تاجیک. موقع این واژه در اشعار مولانا جلال الدین بلخی. آثار شاعر متفکر صوفی مشرب و دانشمند بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی از جمله آن پدیده‌های فرهنگی است که در برابر وارد بودن به گنجینه میراثی گرانبهای خطی انسانیت و در میان مردم گوناگون اندیشه و مختلف مذهب عالم شهرت داشتن خود در گذشته و امروزه این چنین می تواند برای حل مسئله های گوناگون ادبی و فرهنگی و اجتماعی تاریخی ملت کهن بنیاد ما خدمت نماید. از جمله تالیفات این شخصیت معروف در قطار اثرهای سعدی شیرازی از جمله آن مأخذهای معتمد می باشند که در باره درک معنی واژه و مفهوم تاجیک با ریشه های تاریخی آن مساعدت می نماید. در ابتدا باید ذکر نمود که خودی واژه یا مفهوم تاجیک به اعتقاد بعضی از محققان هنوز از عصر یکم میلادی با شکل و تلفظهای گوناگون معلوم بوده است. به عقیده حفریاتگر و خاورشناس شوروی برنشتم باشد این واژه در مأخذهای خطی در دوران تا اصطلاح عربها یا خود در آخر عصر هفت در منبعهای چینی ذکر گردیده است، ولی انتشار همه‌جانبه و استفاده گسسته واژه تاجیک از نظر مورخ تاجیک اکادمیک نعمت‌آو با تشکل خود خلق یعنی ابتدا از عصرهای 9 و 10 آغاز می شود. در عصر 13 نیز مفهوم تاجیک انتشار فراخ داشته است. در اشعار سعدی و مولانا با مندرجه وسیع خود استفاده گردیده است. از جمله سعدی این واژه را به معنی خلق مشخص در قطار سه قوم دیگر که در آن دوران در مملکت‌های مسلمانی و همسایگی آنها مسکون بودند به کار برده گفته است: عرب دیده و ترک و تاجیک و روم، ز هر جنس در نفس پاکش علوم. چنانه که می‌بینیم در این بیت سعدی واژه تاجیک هم معنای مردمی آریای نژاد شرقی مسلمانی است یا به مفهوم‌های معاصر در شکل تاجیک، فارس یا ایرانی نژاد راست می‌آید. مولانا نیز کلمه تاجیک را به معنی ملت تاجیک زبان یا همان فارسی زبان ولی وسیع‌تر از دید شیخ سعدی یعنی در تفاوت از قوم‌های عرب زبان، کرد زبان، ترک زبان و رومی زبان و مردم زنگی استفاده کرده است. دو بیت زیرین از دیوان مولانا ثابتگر این معنی اند: کرد و ترک و زنگ و تاجیک و عرب، فهم کرده آن صدا به گوش و لب. یا در جای دیگر می فرماید: ترکی، تاجیکی، زنگی کی، رومی کی، مال و ملک کی داند مو به مو سر و علن. اگر از نگاه امروزی بررسی نماییم معلوم می گردد که سعدی و مولانا واژه تاجیک را در نسبت تمام مردم آریایی منطقه های معاصر آسیای میانه، خراسان و ایران به کار بردند. ضمن این هر دو متفکر هم خود را به تاجیکان منسوب دانستند. از جمله در نسبت مولانا اگر استفاده پیوسته مفهومی در شکل جفت استفاده شونده تاجیک و ترک را از جانب متفکر به مصرع مشهور او دانم من آن قدر که به ترکی است آب سو قیاس نماییم، این معنی به کلی روشن می گردد. همچنین در بیت زیرین نیز مؤلف دیوان کبیر از تاجیک بودن خود و تاجیکانه رفتار کردنش یاد کرده فرموده است: ترک همه ترکی کند، تاجیک تاجیکی کند، من ساعت ترک شوم، یک لحظه تاجیک شوم. از جانب دیگر مولانا جلال الدین بلخی با سبب آنکه ایام کودکی و نورسی خود را در بین تاجیکان بلخ، وخش و سمرقند گذرانیده است، به زمره آن شاعران داخل است که بیش از دیگران واژه تاجیک را در میراثشان استفاده نمودند. ضمن تحقیق فلسفه این متفکر صوفی مشرب ما در 7 بیت دیوانی او این واژه را پیدا نموده ایم که هر یک از آنها در قطار اطلاع ادبی و زبانشناسی داشتن همچنین حامل اخبار فرهنگی و اجتماعی می باشند. در بیت های زیرین مثلا مولانا تاجیک و عرب و ترک را در همبستگی معنوی می بیند. اگر همه آنها به تعلیمات عرفانی یگانه پیروی داشته باشند، می گوید:
ترک و تاجیک و عرب گر عاشقند همراهند از روی معنی در ثواب. یا در جای دیگر می فرماید اگر ترک ارچی تاجیک است بدو این شاه نزدیک است، چو جان با تن ولیکن تن نبیند هیچ مرجان را. در برابر این مولانا با سبب پیروی از تعلیمات تصوف و کناره‌جویی از ظاهر پرستی که به عقلگرایی و باطن پرستی معنوی مخالفت دارد، تمام انسانیت را نوابسته از عرق و نژاد و دین و مذهب برابر به همدیگر اعتراف کرده گفته است روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تاجیک و ترکی چی کار. به همین معنی اشاره ها را به خلق تاجیک همچون به خلق سازنده و فرهنگی و مردمی تحمل پذیر خلق نرم در اشعارش نیز دوچار می آییم. یک حمله و یک حمله کامد شب تاریکی، چستی کن و ترکی کن نه نرمی و تاجیکی. در فرجام سخن تاکید می سازیم که استاد عینی به کلی ثابت نموده است که واژه و مفهوم تاجیک از زمان سعدی شیرازی تا ادیبان عصر 19 برای افاده تمام مردم تاجیک زبان یا همان فارسی زبان در سرزمین های آسیای میانه، خراسان و ایران غربی به کار برده شده است. تحلیل اشعار دانشمند بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی که در آنها واژه تاجیک استفاده گردیده است، بار دیگر از لحاظ تاریخی درست بودن این خلاصه علما اساسناکی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک را به طور معتمد ثابت می سازد.